در زمان قدیم اگه کسی 2 کلاس سواد داشت، کلی بروبیا داشت، فرد تا سوم راهنمایی، نهایتاً دیپلم درس میخون، اون وقت کلی تحویلش میگرفتن، بازار کارم براش فراهم میبود. 18 سالگی میرفت خدمت سربازی، نهایتاً 20 سالگی هم ازدواج میکرد. اما امروزه چی؟ امروزه فرزند شما دیپلمشو میگیره، بهش میگن دیپلم دیگه کارایی نداره، باید بری لیسانستو بگیری. فرزند شما بخواد بره لیسانسشو بگیره، برگرده 23 سالشه، 2 سالم باید بره خدمت سربازی، میشه 25 سال. با این سیستمی که وجود داره، فرزند شما تا 25 سالگی یه مدرک لیسانس داره، یه کارت پایان خدمت و دیگر هیچ. فرزندی که باید نهایتاً 20 سالگی ازدواج کنه، متاسفانه با این سیستمی که وجود داره تا 25 سالگی باید گرفتار درس و دانشگاه و خدمت سربازی باشه. بعد از اینکه مدرک لیسانسشو گرفت، تره هم براش خورد نمی‌کنن، میگن مدرک تو بذار در کوزه آبشو بخور، بازار کاری براش فراهم نیست. اگه بازار کاری هم باشه، برای آقازاده هاست، خانمزاده هاست، پاردیدار هاست، آخر کارم فقیر بیچاره ها. دوستانی را سراغ دارم که مدرکشون رو از دانشگاه های دولتی گرفتن، 1 سالی هم هست فارغ التحصیل شدن، ولی متاسفانه هنوز شاغل نشدن. حالا این سوال مطرح میشه که وقتی بازار کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی فراهم نیست، دانشگاه های آزاد اسلامی و علمی کاربردی چرا همینجوری الکی و بدون حساب کتاب مدرک دست ملت میدن؟ هدفشون چیه؟ آیا هدف چیزی به غیر از خالی کردن جیب ملت و تحمیل فشارهای اقتصادی بر آنان است؟ آیا هدف چیزی به غیر از سر کار گذاشتن جوانان و مردم است؟ آیا هدف چیزی به غیر از بی‌ارزش کردن مدرک، علم و سواد و ترویج بیسوادی است؟ روزی برسه که تعداد مهندس‌ها از تعداد کارگرها بیشتر باشه، همه مهندس باشن، ولی توانایی حل یه معادله درجه‌ای رو نداشته باشن. آیا هدف چیزی به غیر از ترویج بی‌بندوباری است؟ بی‌بندوباری از این لحاظ که اگر احیانا دانشجوی شرحی دانشگاهش رو برای یه ترم دانشگاهی نداشته باشه پرداخت کنه، ممکنه به ناکجا آباد کشیده بشه. دانشجوی ما وقتی وارد این دانشگاه میشه، ظاهری موجه داره، وقتی خارج میشه ساسیمانکنی خارج میشه. ممکنه کسی بگه این دانشگاه ها مزایایی هم داره، ما هم قبول داریم که بازار کاری برای یه عده‌ای درست میشه، یه عده از فارغ التحصیلان دانشگاهی در این دانشگاه ها به عنوان مدرس به کار گرفته میشن، که البته باید توجه داشته باشیم که اکثرشون حق التدریسن و با حق الذمه اندکی تامین میشن و حق الذمه خود را بعضا بعد از گذشت 1 سال بعد از تدریس دریافت میکنن. عده‌ای به عنوان آبدارچی، عده‌ای به عنوان نگهبان در این دانشگاه ها به کار گرفته میشن. قبول داریم که مزایایی داره، اما این دانشگاه ها بیشتر از آن که برای جامعه اسلامی مفید باشه مضر است، بیشتر از آن که فرصت باشه تهدید است. خلاصه عرایزم این که واقعا ما عمر گرانمایه‌مون رو تو این دانشگاه ها صرف چی کردیم و عمر جوانان عزیز کشورمون تو این دانشگاه ها داره صرف چی میشه؟ آیا به غیر از اینه که میلیون ها تومان پول و سرمایه ما را از ما گرفتن و در عوض آن به ما مدرک دادن، مدرکی که نه در اقتصاد ایجاد شغل و تأمین معاش حلال و نه در رسیدن به کمالات و ارزش‌های انسانی در هیچ کدام برای ما کارایی ندارد و معالاسف باید بگیم این دانشگاه‌ها در یک موقعیت و یک شرایطی برخلاف فلسفه وجود و پیدایششون قرار گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و